چرا رژیم‌ها شکست می‌خورن؟ اگر دنبال روش‌های علمی و کاربردی برای چربی‌سوزی و کاهش وزن هستی، حتما کانال رو سابسکرایب کن و دکمه زنگوله هم بزن تا اینکه ویدیوهای بعدی هم از دست ندی. سلام، امروز میخوام واقعیت پشت شکست رژیم‌ها رو بررسی کنیم. چرا بعضی از رژیم‌ها شکست می‌خورن و نتیجه‌ای نمیدن؟ می‌دونی دلیلش چیه؟ اینکه بدن فقط با کالری کار نمی‌کنه، بلکه هورمون‌ها هم خیلی مهمه. انسولین بالا باعث میشه که چربی سریع ذخیره بشه، به خصوص در ناحیه شکم. نکته دوم این که کورتیزول مزمن باعث میشه که ولع غذایی و چربی احشایی افزایش پیدا کنه. یه دقیقه تصویرها رو نگاه کن. تصویر سمت چپ داره انسولین رو نشون میده. در واقع هر بار که ما غذاهای شیرین یا پرکربوهیدرات میخوریم انسولین ترشح میشه تا قند خون رو از خون وارد سلول ها کنه. اما وقتی که انسولین زیاد و مداوم بالا بمونه بدن چربی بیشتری ذخیره میکنه، خصوصا توی ناحیه شکم. توی سمت راست ما کورتیزول رو میبینیم. در کنار این استرس مزمن سطح کورتیزول رو بالا نگه میداره. کورتیزول سیگنال گرسنگی و ولع به مغز میفرسته و ما رو به سمت غذاهای پرکالری میکشونه. این ترکیب انسولین بالا با کورتیزول مزمن یکی از اصلی ترین دلایل چربی شکمی و پرخوری است. نکته دوم کاهش بیش از اندازه کالریه. خیلی از رژیم‌ها وجود دارن که کالری رو خیلی محدود میکنن. این باعث میشه که شما در هفته اول خیلی احساس خوبی داشته باشین، کاهش وزن خوبی داشته باشین، ولی بعد از یک هفته یا بعد از مدتی دیگه وزنتون ثابت بمونه و وزنتون تغییر نکنه. این دلیلش چیه؟ که بدن مدام در نقصان کالریه، باعث میشه که بدن یه فاز دفاعی برداره که حس میکنه که الان توی موقعیت خطرناکه و باید متابولیسمش رو بیاره پایین تا بتونه با شرایط فقه پیدا کنه. بنابراین متابولیسم رو میاره پایین، سوخت و افراز پایین میاد و روند چربی سوزی خیلی کند میشه. مثلا من مراجعه کنندگانی دارم که قبلا رژیمایی گرفتن که مثلا 1200 کالری داشته و کالری خیلی کم داشته. تو هفته اول خیلی خوب نتیجه گرفتن، ولی بعد از هفته دوم دیگه نتیجه نگرفتن و وزنشون ثابت مونده. در واقع رژیم سخت باعث میشه که متابولیسم بیاد پایین و در نتیجه ذخیره چربی بیشتر بشه. اگه تا حالا کانال رو دنبال نکردی، الان بهترین موقع است که کانال رو سابسکرایب کنی و اینکه قراره تو ویدیوهای بعدی کلی نکات کاربردی و علمی بگیم. اول اینکه وعده‌های غذاییتون رو منظم کنید، یعنی فاصله بین وعده غذایی نه خیلی زیاد باشه نه خیلی کم باشه. سعی کنید توی رژیم غذاییتون ترکیبی از ماکرونوترینت ها رو استفاده کنید، یعنی ترکیبی از پروتئین، سبزیجات و چربی‌های سالم رو استفاده کنید. رژیم‌های بسیار کم کالری رو متوقف کنید. دیگه این رژیم‌ها رو نگیرید. این باعث میشه که فشار از روی بدن کم بشه و در نتیجه روند چربی سوزی شما به حالت نرمال برگرده. مثلا من مراجعه کننده‌ای دارم که با همین سه تا روش ساده تونست توی 2 هفته 4 کیلو کم کنه. پس دفعه بعدی که رژیم‌های سخت گرفتی بدون فقط مشکل از کالری نیست، میتونه مشکل از هورمون‌ها باشه. اگر این ویدیو برات مفید بود لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن.